سلام دوستان، وقتتون بخیر. وحید محسنی را هستم، ارادتمند شما. جلسه قبلی در مورد دستور هاستنیم، نحوه امن کردن پورت کنسول و VTY و آی پی دادن به سیستم و به پورت روتر گفتیم بهتون. این جلسه میخوایم در مورد یه موضوع کاملا متفاوتی به اسم ویلن صحبت کنیم. خب ویلن یعنی چی؟ ویلن یعنی شبکه مجازی که ما توی یک سویچ تعریف میکنیم که ویلن مخفف انگار ویچورال لنه. با ویلن ما میتونیم روی یه دونه سویچ چند تا شبکه مجازی بسازیم. مثلا برای واحد حسابداریمون ویلن 10، واحد منابع انسانیمون مثلا ویلن 20، آیتی ویلن 30. دیگه اینجوری ترافیک هر بخشی توی همون ویلن میچرخه. این باعث میشه که امنیت بره بالاتر، مدیریتش ساده تر بشه، تقسیم ترافیک بشه. بعد حتی میتونیم از توی ویلن ها تنظیم کنیم که مثلا کدوم ویلن ها به اینترنت دسترسی داشته باشن، کجا دسترسی نداشته باشن. مثلا واحد مالی حسابداریمون به اینترنت دسترسی داشته باشه، واحد انتظاماتمون مثلا لزومی نداره به اینترنت دسترسی داشته باشه. خیلی مزایای خوبی داره. و اگه ویلن هم نباشه یه سری مشکلات به وجود میاد. مشکلاتی که همه دیتا ها با هم قاطی میشن، امنیت پایینه، همه میتونن با هم همدیگه وصلن، ترافیک خیلی زیاده، سرعت شبکه میاد پایین و از این قبیل ایرادات. خب بریم ساختن ویلن رو توی محیط نرم افزار سیسکو پکیج تریسر ببینیم. ببینید دوستان، اینجا ما 4 تا سیستم داریم. 2 تاش مثلا توی واحد حسابداری ان، 2 تا هم تو واحد آیتی ان. اینا رو ما الان میخوایم به این سویچ وصل کنیم و ویلن بندیش کنیم. اینو مثلا ویلن شماره 10 بذاریم واحد حسابداری رو، واحد آیتی هم داخل ویلن مثلا شماره 20 قرار بدیم. این کامپیوتر رو وصل میکنیم به پورت فرس اترنت 01 این سویچ. این هم همینطوری 02. این رو وصل میکنیم. بعد دوستان ببینید ما داخل این سویچ کلیک بکنیم اینجا قسمت CLIش میتونیم مستقیم وصل شیم، وارد این محیط CLI کانفیگش بشیم. هم میتونیم یه سیستم اینجا بذاریم و از طریق اون کابل کنسولی که ما داریم میتونیم وصل شیم بهش و از این قسمت وارد تنظیمات CLI اون دستگاه بشیم. این نکته هم بگم دوستان که مودهای سویچ ها مثل هم روترهای دقیقا 4 تا مود داره، هر کدوم هم تنظیمات خاص خودشو داره. اینجا هم مثل هم روترها که ما وارد مودش میشه، اینجا هم همینجور وارد کانفیگوریشن مود بشیم برای تنظیمات ویلنینگ به این شکل. خب حالا با دستور ویلن مثلا ویلن 10 ما وارد کانسپت ویلن میشیم. اینجا اسم اون ویلن رو مشخص میکنیم، یعنی داریم یک ویلن اینجا میزنیم. مثلا اینجا چه اسمایی گذاشتیم ما؟ حسابداری. مثلا اینجا میزنیم حسابداری، اینتر میزنیم. این ویلن ایجاد شد. خب اگزیت. یه ویلن دیگه هم میخوایم بسازیم. البته بذاریم این 2 تا پورتی که داشتیم و به این ویلن اختصاص بدیم. این 2 تا سیستمی که داشتیم و حالا میخوایم به این ویلن 10 که حسابداری اختصاص بدیم. خب مثلا اینجا اینترفیس فست اترنت 01 اینو انتخاب میکنیم. اینو با دستور سویچ پورت
سویچ پورت مود اکسس، بعد باز با دستوری ویلن 10 تخصیصش میدیم به این الان این پی سی رو که بس شده به پورت 01 این سویچ، آوردیمش توی ویلن 10، ویلنه که مربوط به واحد حسابداری میشه، اسمش هم گذاشتیم واحد حسابداری. حالا به همین شکل این پورت دیگر هم میتونیم که داخل این ویلن عضوش کنیم. خب اینا الان وارد، اینا عضو ویلن 10 شدن. یه موضوع دیگه هم که ما میتونیم همزمان چند تا پورت رو تخصیص بدیم به این ویلن، که این اول اینجایی که ما اینترفیس رو انتخاب میکنیم، البته باید برگردم عقب، اینجا که ما اینترفیس میزنیم یه رنج هم اگه بعدش بزنیم میتونیم یه رنجی رو انتخاب کنیم. مثلا 01 بعد باز دو مرتبه اینترفیس، یه کامان باید بعدش بذاریم. اینجا متوجه شدم، اینجا بعدی که ما اینترفیس رنج فست اترنت 01 تا فست اترنت 02، ما الان هم پورت 01 هم پورت 02 این سویچ رو که میشه این دوتا سیستم، این دوتا رو انتخاب کردیم و حالا میتونیم تنظیمات ویلنینگ و هر تنظیماتی بکنیم برای این دوتا اعمال میشه. خب اوکی، اگزیت میزنیم. حالا این کار برای اون دوتا پورت اون طرف، انگار پورت 3 و 4ش 0.3 و 4 اینو انتخاب میکنیم که این دوتا رو وارد واحد آیتیش کنیم. خب میریم اینجا میگیم اینترفیس رنج فست اترنت 03 اما فست اترنت 04. الان ما این دوتا رو انتخاب کردیم، میگیم سویچ پورت مود اکسس، بعد مجدد با دستور سویچ پورت اکسس. البته باید قبلش هم فکر میکنم ویلن رو تعریف میکنیم، ویلن 20. اینجا اتفاقا خودش بعدش بپرسه که بگم اینو تشکیل بدم یا نه. اینجا گفتش که اینا access VLAN does not exist creating VLAN 20. فکر میکنم خودش درستش کرده این ویلن. حالا بریم بیرون، برگردیم امتحان کنیم، یک دستور شو بزنیم ببینیم چی کار شده. خب ببینید دوستان، وارد اینیبل مود دوم که شدیم، ما با دستور شو ویلن بریف میتونیم اطلاعات کاملی از ویلنامون بگیریم. اینجا ما یه ویلن داشتیم که اسمش هم گذاشتیم حسابداری، فعالم هست که پورت 01 و 02 عضو این ویلنن. یه ویلن دیگه هم داریم، ویلن 20 که خودش درست کرد، ما انگار چیز نکردیم، اول تعریفش نکردیم. و پورت 03 و 04 هم عضو این ویلن.
حالا بریم پینگ بگیریم ببینیم این دستگاه فعالا همدیگر رو میشناسن، این وضعیت ارتباط این 4 تا دستگاه چجوریه. عذرخواهم دوستان، ما باید آی پی هم به این دستگاه ست کنیم که مثلا 92 168 1 2 خب ما از اینجا تست بگیریم ببینید این دو تا دستگاه با هم اوکی. خب همشون هم توی شبکه دیگه، ولی این دوتا با هم اوکی نیستن. ببینید فایده الان تو محیط سیمولیت هم نگاه کنیم، ما این با هم ارتباطی ندارن. از اینجا ما میتونیم با این دستور پینگ تو محیط کامل کنیم. پینگ 192 168 1 3 این چند بود؟ 1 2 بود. بله این 1 3 بود، یعنی که این دوتا با هم ارتباط دارن. ببینید وقتی تیتایل میده یعنی این دوتا با هم ارتباط دارن. حالا اگه همینو ما با 1 4 که تو این آی پی گروه آی تی میشه، این ویلن آی تی باید آی تی 1 4 پینگ بگیریم ارتباط برقرار نیست تا این مدت. خب امیدوارم که مفید باشه این جلسه و مورد دوستان قرار بگیره.